چرا به کریستال پناه میبرن؟ چرا به کراک پناه میبرن؟ چرا به مواد مخدر صنعتی که میدونن پایانش چقدر تلخه و سخت پناه میبرن؟ چون دل بیقراره. از این دل بیقرار میخوان فرار کنن، از این روح و روان آشفته میخوان فرار کنن، ولو برای نیم ساعت. از خودم فرار کنم، از این روح و روان مریض، از این ذهن درگیر، از این فکر مسموم، ولو شده برای 1 ساعت فرار کنم. میدونم نششم 1 ساعت بیشتر نیست، 2 ساعت بیشتر نیست، ولی غنیمته. 2 ساعتم بتونم از خودم، از ذهنم، از فکرم، از روح و روانم 2 ساعتم فرار کنم، غنیمت. فقط فرار کنم. بعد 2 ساعت چی میشه؟ نمیدونم، ولی مهم اینه که تا 2 ساعت چیکار کردم با این قرص روانگردان، با این مواد صنعتی. تا 2 ساعت تونستم از خودم فرار کنم، از روح و روانم فرار کنم. این آقایی که اینقدر روح و روان درگیری داره، اگر ثروت بهش بدی بیقراره، قدرت بهش بدی بیقراره، تخت و تاج بهش بدی بیقراره. چرا؟ چون دل بیقراره. اما وقتی دل پر سکونه، دل پر آرامه، هر کجا باشه آرامه.